خلاصه به همین منوال پیش برود، مستبدین مستبدهایی خواهند بر ما و بر همه ما مسلط شد. این محیط سلم، این محیط آزادی را اگر قدردانی نکردیم، محیط عقده‌گشایی، محیط عناد، به هم ریختگی، موضع‌گیری قرار دادیم، همونطوری که قرآن در این آیات اشاره می کند، نتیجهش پیدا شدن مستبدی نیست. همونطوری که در تاریخ گذشته‌مان بوده است و در تمام ادوار تاریخی دیگر رحم به صغیر و کبیر ما نخواهند کرد. در چنین محیطی است که یه انسان خودخواهی و در عین حال باهوش و زرنگی سر بیرون می‌آورد. از چه راه مردم را می‌فریبد؟ از طریق وعده آب و نان و من الناس من یعجب کرد. دقت کنید، بعضی از مردمند که وقتی با شما مواجه می‌شوند، سخنرانی می‌کنند، شعار می‌دهند، گفته اونها شما توده‌های مردم را فریفته خود می‌کنند. یعجب کرد قوله فی الحیات دنیا، وعده آب و نان، وعده مسکن، وعده آسایش. بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. در چنین محیطی این انسان برای رسیدن به هدف همه جور وسیله را توجیه می کند، گیر به استخدام می گیرد، شرف و انسانیت را به انسان به استخدام خود می گیرد، دروغ می گوید. ملت متمدن این است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشون و هیچ که آزادی ندارد. تو میگی ما به دروازه تمدن رسیدیم فلان. خدا را شاهد میگیرد که من دلسوزترین مردم در حق شما ملت. حکومت قانون اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حذف کرده، یک ظلم بکنه، یک سیری بزنه، ظلمن اسلام را حذف کرده، این قابلیت از برای حکومت نداره. این دیکتاتوری نیست، حکومت قانون خدا، یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت اگر یک کسی یک چیزی داشته باشه، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میرد و حاضرش میکنه، بگنام حاضر میشه، چنانچه شد از فهمید کار کرد. ما یه همچه حکومت میکنیم. لجوجترین، کینه‌ورزترین مردم است نسبت به قبل. تا وقتی سوار کار نشده، بعد سوار شد دیگر به هیچ چیز رحم نمی‌کنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد. دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با آنها با شدت رفتار میکنیم. دادستان انقلاب موظف است
مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام